دستشویامونم با خارجی‌ها فرق میکنه. خارجی‌ها میرن دستشوی با یه تیکه دستمال کاغذی کارو تموم میکنن میان بیرون. ایران میرن شلنگ آب میگیرن تا صدا بشقاب تمیز نیاد ول نمیکنه. خیس خیس خیس. خب این اسراف دیگه. آب چقدر هدر میکنه. یا از این ور میافتیم یا از اون ور. زهر مار. اون رفیق من میگه بابای من به خاطر که مصرف برق خونمون بیاد پایین لامپ دستشوی خونمون رو سنسوردار کرده. 5 ثانیه بدون تحرک میشینی خاموش میشه. همه جا تاریکی. بعد از حفظ کار کنی هرچی بلدی از قبل. جایی نمیبینه آدم آخه. تا اینکه بعد یه تکونی بخوری که این دوباره نور بیاد. تو اون شرایط میشه تکون خورده. تکون بده. تکون بده. بگو بهم تنگ شده. تکون نده. دیگه تکون ندید عزیزان تمام شد آهنگ. لابد شباش هم میخوان. الان دارن میان تو راهن.